دوستان سلام برسه ان شاء الله که جور صحت سلامت باشین در هر گوشه و کناری که هستین. طبق وعده که مدیر صاحبا کرده بودیم فعلا آمدیم در مکتب ابتدایی نسوان بالاده. گفته بودیم که ما جمعیم ایره هوارکاری میکنیم. بعد از هوارکاری در اینجا گل مندازیم، گل و خاک. بعد از او میخوایم که بر سرسبزی و بر فضای تازه و بر اکسیژن خوب بر شاگردان اینجا کار بکنیم. ما آهسته میریم. اسکواتور آمده، یک بار امرای اسکواتور والا صاحب اسکواتور صحبت میکنیم، ببینیم که چقدر ساعت چند میگیرن. این خو فرق میکنه، ببینیم برای مکتب چیزی تخفیف میتن نمیتن. بعد از او ان شاء الله اگر رضای خدا بود کار شروع میکنیم. آهسته میریم یا مجان طرف مکتب. بیا قد نکو، بیا دوستای صحن مکتب است. در صحن مکتب هستیم، امرای صاحب اسکواتور یک صحبت بکنیم، ببینیم که چی میگه. بیا مانده نباشی. آیا بشری قرار و قراری خوب هستی؟ جانا که جور است، بخیر هستی؟ قراری است تو بیا یک دفعه اول گپ بزنیم، بعد از اون میریم بخیر کارش شروع میکنیم. توریالای که هست، یکی از دوستایی است که در دمی دره ما خیلی کار کردن، خیلی جایر الحمدلله در سرسبزیش نقش داشتن، خیلی کوار اوار کردن، کار کردن. دیگه امروز ما زحمت دادیمش در مکتب بیایم، مکتب اوارکاری بکنه، ببینیم که از مردم عام چقدر میگرفت و ای که یک کار خیر است برای مکتب است. دایی چقدر تخفیف میده. خیر است، چای میخوریم باش. کده استاد توریالای سلام علیکم کردیم. دیگه حالا ما تو زحمت دادیم در اینجا ساتکی کار میکنن، مدرکی کار میکنن، چی رقمی کار میکنن. امیر کمک بر ما بود. ساتکی است ها. باش که ما کتام روشن بکنم. ساتکی یکی خو مردم عام است، مردم عام کدش کار میکنن، ساعت چند کار میکنن و این خو کار مکتب است. برای مکتب اول مردم عام بگو چند کار میکنن ساعت؟ ساعت 2000 کار میکنیم. سر بلند نگفتی؟ من خبر دارم. مقصد تو چی نکنی؟ بالا شدیم. مقصد تو یک کار نکنی، من خبر دارم. خب از برای مکتب 18 ساعت کار میکنیم. 17 ساعت در شده طبیعت تو. ما تا جایی که خبر دارم 17 ساعت که دیگه دوستا کار میکنی، 17 ساعت که دیگه دوستا کار میکنی. خب برای مکتب که چقدر تخفیف میدی ایشه باید بر ما بگویی. صحیح است، مشکل نداره. چند کار میکنی برای مکتب؟ 16 ساعت برش کار میکنیم آخرش. 15 ساعت بر میتون. این کار مکتب از این چیز گفتن نمیشه. بیا برای ما جایش نشان بده کجا رو آوارکاری میکنیم. خب این باید آوار شود. اینی قسمت تا اینجا را سرک میاد. خوب اینجا رسیدن میکنیم. خب صحیح است. با دو دانه کرد بالا میخوره دیگه. اگر بالا کرد میخوره. یک دانه بالا میخوره، یک دانه پایین میخوره. دانه کارای ضروری شد توریالای میکنیم. خب ببینیم که همون دوستایی که در این عرصه کردن ما کمک کردن، یک چیزی که خواستم که همین کار شوه، توان از اونام برسه، توان ما و شما برسه. دیگه فعلا همین دوستی کردی که نمیجا سینما را کار میکنیم، ببینیم چند ساعت کار از اینا طول میکشه. نظر به بودجه خود آهسته بیز خود همینجا هستی ان شاء الله. نه بازو را کار میکنم. دوستای استاد توریالای قبلا امروز صحبت کردیم، لطف کردن یک چیز به چیز برای ما تخفیف دادن و این حیاتی زیر که شما میبینین این هم به خاطر سعی و تلاش و کوشش‌های وکیل صاحبا و بزرگا و معلم صاحبا و مدیر صاحب مکتب. دیگه می حیاتی از الحمدلله بسیار به شکل خوبش میبینین. یا جان از این طرف بیا این دوستایی که شما میبینین چون مکتب ابتدایی است، اکثریتشان کرد هستن. در این هفته به خاطر تفریح مبراین دیگه کار خو زیاد نیاز است. باید یک میدان فوتبال، والیبال، حداقل یک جای سرسبز باید داشته باشند. الحمدلله این مکتب ما از نگاه آب آشامیدنی هیچ مشکل نداره و مکتبی که ما قبلا رفته بودیم صحبت کرده بودیم اونا مشکل او نوشیدنی داشتن، اینا الحمدلله مشکل نداره. خوب هستی؟ جان بخیر باشی. خداوند شما را خیر بده. مو وقت برای ما گفتین ما اومدیم اینا حداقل برگ سبز توفیق درویش دوستایی که روان کرده بودن، حاجی صاحبایی که نخواستن ما اسمشون رو ببریم دیگه گفتن که همینجا یک کمک اوارکاری بکنن به خاطر یک چند دونه نیال در پشت زمین شانده شود. خداوند شما را ملک صاحب خیر بده، خیر دنیا و آخرت براتون بده. مو کسایی که در عرصه از این مکتب کمک میکنن خداوند اونم خیر بده. الهی هم یا خداوند نشرمونه خیر بده. عملی ان شاء الله کار شروع میشه دوستا. اگر رضای خدا بود آخرای از این کارم میبینیم به خیر. توکل ساعت 10:20 دقیقه به خاطر که ساعت کار میکنم 10:20 دقیقه میبینیم که چند ساعتی طول میکشه. توکل به خدا. توریالا ایره مقدار آوار کنیم اینجا این به اندازه از اونمون نه که با سر از این خاک مندازیم.
در جریان از این کار گفتم که از این نمیشه جی کمر میگن چی میگن باید که از اونو اینجا کار شوه و او هم کمک قیمتش بالاتر میگن. خب خیر بر صورت یک کار میکنیم که دفعتا هم پیشروی مکتب آور شوه دیگه بازوش یک بودجه نسبتا بالاتر کار داره دیگه. توکل به خدا آهسته آهسته کارش شروع میکنه ببینیم که چی میشه. دوستا تا زمانی که این جی کمر خود بسته میکنه کار عملی شروع میکنه به خاطر کندن سنگا استادا خیلی اصرار دارن شله هستن که یک گلاس چای نوش جان بکنین بعد از او باز دوباره کار شروع میکنه. مانده نباشی. نام چی است؟ رومال. رومال بچه کیستی؟ بچه اجمال. تو از کجا میایی؟ از چارقلا. از چارقلا تا اینجا چقدر راست؟ یک 15 دقیقه می. 15 دقیقه پای؟ پیاده که بیایی؟ آفرین. سنف چند هستی؟ 6. چطور درسایتان؟ خوب است. معلومات کلش دیگه الحمدلله سر تایم هستن. شما سر تایم این مکتب گریزی خود نمیکنید؟ خلاص شد نه؟ بری بخیر طرف درسایتان برین. آفرین. نام خدا. بری دیگه توکلتان به خدا. بری بخیر. آفرین. دوستان تو میریم طرف داره گلاس چای که استادان نوش جان میکنیم بالا زو. اگر رضای خدا بود پس میبریم در سایه کار میبینیم که استادای ما چی کار کردن. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. جناب علیکم السلام. مالایسیا بزرگوار. بخیر است. خیر خیرت. جانک تنجور است. خوب هستین؟ صحتمند هستین؟ جان تنجور. جناب استاد بخیر هستین؟ سلام علیکم. استاد بیام جوړ ان شاء الله قراری د خیرات ده. استاد جان سلام علیکم. بخیر است؟ خوب است؟ خیر است. زیدین خان بخیر است؟ خوب است؟ مولوی صاحب ماندانا باش. بخیر است؟ خوب است؟ جان جور است. سلام علیکم. بخیر است محترم جان تنجور است. مولوی صاحب اشمال خان خوب است؟ مولوی صاحب بخیر است؟ جانک جور خیر خیرات خوب است؟ سلام علیکم. مولوی صاحب بخیر است؟ خوب است؟ جان جور ما شما خود دیدیم بازم خوب است ان شاء الله خیر خیرات است. جان تنجور است. مولوی صاحب خوب است؟ بخیر است؟ بفرمایید بشینید خیراتی است. بسیار زیاد ببخشید. مهربانی تایم تفریح اگه پورا تفریح استادا پورا شده فکر کنم همگیشان بخیر میرن طرفای صنف خدا دیگه ان شاء الله. اگر رضای خدا بود یک شات بسیار کوچک یک شات میگیریم از صنف هم از جریان درس از وضعیت شاگردا ان شاء الله شما در جریان خواهد مانده. فعلا یک گلاس چای نوش جان میکنیم بعد از او بخیر میبریم. بخیر باشید. سلام علیکم. دوستای دالیز مکتب است دو طرفه صنف است. من تو خواستم از صنف هم یک شارت بسیار خرد و کوچک داشته باشم. میگیم اینجا یک صنف است خب لوحه و چیز هم نداره نمیفهم صنف چند است. یک دفعه میریم از نزدیک کدشان میبینیم. بیا استاد اجازه است؟ یک دو دقیقه. السلام علیکم. بچه ها مانده نباشین. شما کار خدا بکنین بچهش. دیگه این صنف درسی از دوستا شما میبینین که همه شاگردان هنوزم در روی فرش میشینن چوکی ندارن و تختهشان هنوز تخته تباشیری است دیگه به مو سیستم اولیه روی فرش میشینن و تختهشان هم تخته تباشیری همین وضعیت است. یک دو کلمه امروی استادم صحبت میکنیم. استاد جان سلام برسه. علیکم السلام. صحت مبارک. خوب هستین؟ جانک تنجور است؟ بخیر هستین ان شاء الله؟ بخیر باشید. فامیلا خیریت است؟ جناب استاد ما خدمت شما آمدیم گفتیم باشه و پرسان بکنیم از وضعیت دوستا از وضعیت شاگردا در کدام وضعیت هستن نیازمندی‌های مهم از این مکتب چی است. هرچند که مدیر صاحب تماس شده بودیم گفته بودیم خب باز شما می‌خوایم از شما هم بشنویم. با عزت باشه دکتر صاحب محترم سلامت باشین. می‌بینین خودتان مشاهده میکنین که مشکلات زیاد هست دیگه. مشکلات خود زیاد است. بچه‌ها حتی حال خود ساعت 4 صنف اول ما سپورت داشتن بیرو بر آمدن. دیدیم ما شاتشون گرفته بودیم بله. درس می‌خوندن هم دیگه در یک اتاق دو صنف این مشکل است بسیار مشکل است. خود یک اتاق دو صنف هم داریم. اینمی صنف به حساب دو صنف در اینجا درس میخونن. و دوستان گفتن منه که از طرف پیش از تا چاشتا مربوط بچه‌ها است. بچه‌ها درس میخوانن بعد از او مربوط دخترها است. نسوان است درست است. اونا درس میخوانن. مکتب ابتدایی هست. دیگه می طفلا از هر طرف میه و همونطور که استاد گفت زمستان این صنفا پر از بود. همونطور است درست است؟ بالکل بخیر تر بود قابل شستن نبود. دیگه همون وقتا هم یکی از آجی صاحباست که نخواستن نامشان گرفته شود نیزوگام از زیر در گردن گرفتن. اما
یک کمک ما را مسئولیت دادن، ما دوستا را گرفته آمدیم با ما زیر خداوند خیرتون ایزوگام کردیم دیگه. الحمدلله از او بد شده دیگه. اینا فقط مانده می که اگه بتونیم چوکی یک تخته مارکری شوه، حداقل صحن از یک کمک درست شوه، بالکل یک درخت و یک چیز جور شوه. خداوند شما را مزد بده استاد. شما کسایی هستین که این حالایی که ما میگیم دوجا میشاریم سرسبز شوه، این حالایی است که ما میشاریم آینده کدش بخیر وطن ما کدشان جور شوه. هستن با ما شما ان شاء الله. بخیر باشین جناب استاد، خوش شدیم. خداوند شما را موفق داشته باشه. بخیر باشین، سلامت باشین. صنف 3 است و این وضعیت صنف از اینا است به خاطر نبود جای، کمبود صنفای درسی. امیر رقم یک استاد دیگه جای برای شیشتن دوستان نداشتن؟ نه یعنی یک اتاق دارم که یعنی کتابخانه هم اینجا است، یا از جای هم نیست، جای قید است بسیار زیاد. اتاق ندارم. از هر صنفی که ما دیدن میکنیم صنف بعدیش بدتر از او است بدبختانه دیگه. این چی هم است نه؟ تاویل خانه وری است. کتابان هم اینجا است دیگه به اصطلاح. چوب هم اینجا است. یک اتاق اضافه‌ای نداریم که مثلا دو کتابا را یک چیز کنیم بونیم او کتابخانه نداره؟ نه کتابخانه نداریم. نمیگه بعد از بجایی ابی هم کتابا مثلا شاگردان میره درس میخونه. خب اثر بجایی دیگه. دوستان که شما میبینین اصلا فضایی برای درس خواندن نیست. خب مگم از نهایت مجبوری دمیجه هستن. این دوستان این وضعیت است. یک جایی که چند دوست دیگه هم از خارج میخواستن کمک بکنن تا یک چند صنف درسی جور شود. یک چند وقت میشه کار از هم توقف کردن. نمیفهم به کدام دلیل. خب هر صورت کوشش میکنیم که امروز از اونام تماس بگیریم اگر صنفای درسی از اینا یک دو سه صنف دیگه هم بتونیم سر از اونا جور بکنیم و بسیار خوب میشه دیگه. جایی از اون براتون نشان میتونم که کندنکاری شده. قسمت جایی را که شما میبینید ماجانی قسمت بگید. این قسمت جایی است که یک دوست ما در آلمان بود میخواستن اینو جور بکنن. امروی استادا وعده کرده بودن که ما ایره بزرگترین فرصت جور میکنیم به خاطر که شاگردا صنفای درسی ندارن. کندنکاری شکردن، آوارکاری شکردن، مگم چیش مانده. نه تادو کندن تا بالا، نه سنگ آوردن، نه خشت آوردن، هیچ. فقط به می حالتش علاج کردن و ماندن. تقریبا از این کارم شاید یک کنیم 2 ماه شوه دیگه. خدا کنه که اونا دوباره همین کار بخیر شروع بکنن. همونطور که میبینیم ساعت سپورت دیگه شاگردا است. بسیار با شور شوق میان ساتری هم میکنن. خب مگم جای تاسفی است که هوا خیلی گرم است. زیر هفته و اینا سپورت میکنن. دوستا که بیل نشد فکر کنم که بیل اسکواتور زورش نکشید به خاطر سنگا بسیار کلان کلان است. رفت به خاطر جک مرا میاره او را بیاره که سنگا را بکنه دیگه چاره نداره. رفتن که او را بیارن. ما منتظر از اون هستیم که او را بیاره بخیر ببینیم که زور از اون میکشه یا نمیکشه. بغل کو از دیگه امیر رقم مشکلات. مفتی صاحب اینمی پلان ما شما تغییر کرد نه؟ خب میره خب من خاص گفتم که کلا بیارم آوار کنم دیگه. بازی تو کی نمیشه این رقم. این باید که قسمت آوار شو. باید آوار کاری با طرفی کل کنم. این رقم که من مثلا این ساعت 2000 تا میگیره. 2500 از این پیسه که مرا خود گفته خودش ها. ساعت 2500 بگیره باز پلیسی ما کفایت نمیکنه. حالا یک ساعت میره و بلک خود کار کرد که چیز نکرد نه. پرتا کرد اجدا سفر حساب میکنم. این حال 2000 کی حساب میکنم. من ایره گفتم که دوام کار کرد، یک ساعت دو کار کرد، 3 ساعت دیگه دهی کار خدا مهربان است. خب من اینقدر از خود خواهش دارم اینجا فاستی بزنم. چند بجه هستی؟ این 3 ساعت فاستی. و 2000 خونه وقت کم نما با. یک نفر بگویم چی گزگونی میکنه اینا جوان. یک ساعت کار دیگه که دو خراب ما چاور است چیکار کنیم. یک ساعت کار دیگه میشه کرد. یک ساعت کار من فکر کو کار 3 نفر نکرد. این نوجوانی سفر این میره خیر که این یک 3 ساعت کار بکنه. این قسمت های که ما برای گفته میره آوار بکنه باید آوار شود. ما روز یک گندلک بودم ایرانشار از مردمای ما. دکتم اول گفتم باید مکرزی وعده کنی میره یک دفعه ببینم دیگه من میرم.
دیگه میره از خیر سر تا وقت خواستیم خالص بریم بخیر دیگه. دوستا اینجا هوا خراب شده. شما میبینید اسکواتور کار کرده روان است. دیگه هوا بارانی است، فکر کنم بسیار خاکباد هم است. دیگه از اینجا رخصت میشم از پیشتا. بعدا ان شاء الله به رضای خدا بود باز نتیجه کار هم خدمتتان شریک میکنم. اسکواتور کار خود میکنه دیگه، فعلا ما این اجازه میدیم کار خود بکنه و نتیجه کار خود ان شاء الله خدمتتان شریک میکنم. دیگه میبینید خاکباد زیاد است، شاید صدایم هم درست نشنوید. شما را به خدای لایزال میسپارم، در هر گوشه و کناری که هستین شاد، آرام، موفق، کامیاب و پیروز باشین.